به کانال ندای آرامش خوش اومدی. بعضی وقتا چند تا جمله ساده میتونه جهت فکرای ما رو تغییر بده. میتونه یادمون بیاره که زندگی فقط نگرانی ها، استرس ها و فکر و خیال نیست، که هنوز چیزای خوب زیادی برای دیدن، تجربه کردن و زندگی کردن وجود داره. در حال انجام هر فعالیتی که هستی یا حتی اگه در حال استراحتی میتونی به این جمله ها گوش بدی. بعد از هر جمله چند لحظه فرصت داری تا اونو با من تکرار کنی. لازم نیست عجله کنی، فقط گوش بده و جمله ها رو با صدای بلند یا توی ذهن تکرار کن. خب بریم که با هم شروع کنیم. امروز میتونه روز خوبی باشه. من برای احساس خوب داشتن منتظر یه اتفاق بزرگ نمیمونم. من به اتفاقهای خوب زندگیم توجه میکنم. من اجازه میدم لحظه های خوب در ذهنم بمونن. من امروز رو با فکر فردا از دست نمیدم. من به اتفاقی که هنوز نیفتاده از امروز قدرت نمیدم. من مجبور نیستم تمام آینده رو پیش بینی کنم. من میتونم بدون دونستن همه جوابها به مسیرم ادامه بدم. من تصمیم‌های فردا رو به فردا میسپرم. من به توانایی خودم برای روبرو شدن با زندگی اعتماد دارم. لازم نیست یک اتفاق رو 1000 بار در ذهنم زندگی کنم. من به هر فکری انرژی نمیدم. من مجبور نیستم هر فکری که ذهنم میسازه رو باور کنم. من میتونم یک فکر رو ببینم ولی دنبالش نرم و بهش بال و پر ندم. من اجازه میدم بعضی فکرها بدون توجه من عبور کنن. من مسئول دنبال کردن تمام فکرهای ذهنم نیستم. من هر سناریویی که ذهنم میسازه رو واقعی نمیدونم. من بدترین سناریو رو به عنوان آینده خودم انتخاب نمی کنم.
من اجازه نمیدم یک سناریوی احتمالی آرامش امروز منو بگیره. من از یک احتمال یک واقعیت قطعی نمی سازم. من به زندگی فرصت میدم مسیر رو به من نشون بده. من برای اتفاقهایی که هنوز رخ ندادن خودم رو خسته نمی کنم. من انرژی امروز رو برای زندگی امروز نگه می دارم. لازم نیست همیشه آماده یک اتفاق بد باشم. من به خودم اجازه میدم احساس امنیت کنم. من به خودم اجازه میدم لحظه ها رو آروم و کامل زندگی کنم. من از آرامش خودم نمی ترسم. آرامش رو نشونه قبل از یک اتفاق بد نمی دونم. لازم نیست همیشه چیزی برای نگران شدن پیدا کنم. من میتونم یک روز معمولی رو بدون تحلیل بیش از حد زندگی کنم. من میتونم خوشحال باشم حتی اگه هنوز همه چیز کامل نیست. من اجازه دارم از زندگی لذت ببرم. من لحظه های خوبم و با ترس از آینده خراب نمی کنم. من موقع خوشحالی منتظر خراب شدن همه چیز نمی مونم. من برای لذت بردن از امروز از آینده اجازه نمی گیرم. من اتفاقهای خوب و به اندازه نگرانی هام جدی می گیرم. من به ذهنم یاد میدم خوبی ها رو هم ببینه. از کنار آرامش های کوچیک زندگیم بی تفاوت عبور نمی کنم. من خوبی های کوچیک و کم اهمیت نمی دونم.
من اجازه میدم یه اتفاق کوچیک حال منو بهتر کنه. من برای امید در ذهنم جا باز میکنم. من برای اتفاقهای خوب در آیندم جا باز میکنم. من آینده رو فقط با ترس تصور نمی کنم. من اجازه میدم آینده منو با اتفاقهای خوب غافلگیر کنه. من نمیدونم چه خوبی هایی هنوز در راه من هستن. من نمیدونم کدوم روز خوب زندگیم هنوز نرسیده. من نمیدونم کدوم اتفاق زیبا میتونه مسیرم رو تغییر بده. من برای دیدن همه اونا به زندگی ادامه میدم. من میپذیرم که همیشه لازم نیست همه چیز رو کنترل کنم. من همیشه بدترین پایان رو برای داستان زندگیم نمی نویسم. من به زندگی فرصت میدم بهتر از پیشبینی های من باشه. من میدونم که ذهن نگران همیشه پیشگوی خوبی نیست. من تمام پیشبینی های ذهنم رو جدی نمیگیرم. من از خودم میپرسم آیا این واقعیت است یا فقط یک فکر؟ من به یاد میارم که قبلا هم از روزهای سخت عبور کردم. من به یاد میارم که همه ترس‌های من به واقعیت تبدیل نشدن. من باور دارم که در زمان مناسب توانایی روبرو شدن با اتفاقها را خواهم داشت. من آماده‌ام روزهای آرامتری بسازم. هر زمان که احساس کردی ذهنت دوباره شلوغ شده میتونی به این جمله ها برگردی. لازم نیست همه اونا رو به خاطر بسپاری. شاید فقط یه جمله از این ویدیو امروز با تو بمونه. همون یه جمله کافیه. اگه از این جملات حس خوبی گرفتی ویدیو رو لایک کن و برای روزهایی که به اون نیاز داری ذخیرش کن. اگه دوست داری هر هفته چند دقیقه برای آرامش ذهن و حال بهترت وقت بذاری
کانال ندای آرامش رو سابسکرایب کن. مراقب خودت باش و یادت باشه هنوز روزای خوبی وجود دارن که تو اونها رو زندگی نکردی.